سوخته بود، یعنی کبره بسته بود، زخم شده بود. بعد اینو با این روشن کرد، اینو انداخت، دوباره اینو گرفت دستش و رفت حال خودش. 3 روز این آدم اونجا به این شکل بود و من ازش استفاده می‌کردم، چون همونطور که گفتم واقعا می‌ترسیدم که اگر این نقش درست در نیاد حیثیت منه و خوشبختانه حالا نمی‌گم 100% موفق بودم، اما فکر می‌کنم موفق بودم. 100% موفق. متشکرم. آقای رامین مهیار از فرهنگ و هنر. آقای اصولی، سوال من این است که خواستم نظرتون در مورد سینمای امروز ایران بدونم چیه و خود شما چجور ارتباطی با این سینما برقرار میکنید؟ چجوری میبینید اصلا سینما و آینده اون رو چجوری میبینید؟ اگه فراموش نکنیم تقریبا 27 سال گذشته می‌بینم. 27 سال برای سینما زمان خیلی خوبیه برای اینکه ساخته بشه، درست ساخته بشه. متاسفانه من البته همه فیلم‌هایی که ساخته میشن رو ندیدم، نمی‌دونم، یعنی برام وسیله‌ای نیست که به من داده میشه ببینم که بتونم قضاوت درستی بکنم. فیلم‌های خوب ساخته میشه، اما فیلم‌هایی که ضعیفه خیلی ضعیف‌تر از حتی زمان پیشینه. میدونین چی میخوام بگم؟ خیلی ضعیف‌تر. مثلا یه تلویزیونی هست که سریال‌های ساخته شده در ایران رو الان نشون میده. تلویزیون از ایران مستقیم اینجا پخش میشه، یا اینجا هست یا نه؟ جام جهان. بعد خب بعضی سریال‌ها خوبه، توجه میشه، ولی بعضی سریال‌ها من یادم میاد که از سریال‌هایی که در زمان گذشته ساخته میشد خیلی ضعیف‌تره. خب طبیعتاً میشه حسش کرد که چرا؟ به دلیل محدودیت‌هایی که دیشب